آقای صلاح الدین هدایت شده چند سخن درباره مولودی، لیکن کلیپ شما طولانیه، 3 دقیقه و خورده ایه. ویدیو ما رو هم نشنوید دکتر جان. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم یک پیام برای شما برسانم در مورد اینکه بعضی از افراد خود را منتسب میکنند، نزدیک میکنند به مذهب، و اون هم مذهب امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه، و ادعا میکنند که در عبادت، در عقیده، در منهج و در هم تقرب الی الله پیروی از امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه میکنند. اما میبینیم که در قسمت توحید هیچ توسلشان غیر از آنچه که امام ابو حنیفه میفرمایند. بلکه اینا به خاطر نفوذ تصوفه، نه به خاطر مذهب حنفی. مذهب حنفی که مهمترین مذاهبه، لیکن اینا خاطر اینکه تصوف در مناطق حنفی نشین در پاکستان، در افغانستان، در هند، در این مناطق در ماوراءالنهر تصوف نفوذ کرده. شناخت اسما و صفات غیر از آنچه که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرمایند و همچنین در دیگر موارد. و حالا به نزدیکی هست میلاد جناب رسول الله از دیدگاه اونها، در حالی که در اسلام میلاد گفتنی چیز نیست. میبینیم که میلاد را کی جشن نگرفت؟ یک، خود رسول الله 63 سال عمر دید، یک بار نگفت که فلان روز زادروز است. یک، باید آمادگی گرفت. محبت زیاد نسبت به رسول الله ابوبکر صدیق دارد. 2 سال و 6 ماه خلافت میکند، سخنی به میان نمی آورد. بعد از اون عمر جان، سخنی به میان نمی آید. عثمان جان، نمی آید سخنی. علی شیر خدا، داماد رسول الله، هیچ سخنی نیست. همسر بزرگوارش سردار بانوان جنت فاطمه زهرا، هیچ سخنی به میان نمی آورد. حالا این افرادی که خود را به امام ابو حنیفه منتسب میکنند، امام ابو حنیفه چیزی نمیشنود و امام شافعی، امام احمد، امام مالک که در مورد این سخنی بگویند نداریم. اما اینها باز تجدید میلاد میکنند. و همچنین دقت بکنید که انیق 100% هیچ کس ثابت کرده نمیتواند که در همون روزی که اینها جشن میگیرند، در همون روز جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا آمده باشد. اما یقین است که 12 ربیع الاول رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیای فانی را وداع گفتند. پس این خودش چه معنا دارد؟ آیا شما جشن میگیرید که رسول الله از بین رفت، یعنی که از دنیا رفت؟ به این معنا از دنیا رفت. بیدار شوید، عقیدتان را، عبادتتان را، تقرب الی الله را مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانید. امیدوارم که همه ما جزی بندگان صدیق الله متعال باشیم و پیروین انعام کردگان الله متعال که همانا انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین هستند، پیروی آنها باشیم. التماسی دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله تبارک و برکاته. ماشاءالله.